راه انتقال HPV یا زگیل تناسلی از طریق تماس جنسی یا انتقال پوست با پوست است و برای انتقالش حتما نیاز نیست که رابطه کامل باشه. حتی تماس پوست با پوست هم میتونه این ویروس رو منتقل کنه. مهمترین راه پیشگیری از این بیماری عدم ابتلا به این بیماری هستش. نه واکسن نه چیز دیگه نمیتونه جلوی انتقال این ویروس رو بگیره، چون واکسن ها فقط جلوی ابتلا به تایپ های مخصوص رو میگیره. تایپ هایی که ویروس زگیل تناسلی رو منتقل میکنن تایپ های بسیار زیادی هستن. قدم بعدی تقویت سیستم ایمنی هستش. باید رژیم غذاییمون رو اصلاح بکنیم، اصلاح سبک بکنیم، ورزش بکنیم. وقتی که سیستم ایمنی بدنمون تقویت شد، یه سری داروهای خاصی هم هستش، یه سری قارچ‌های مخصوص ترکیبات قارچ‌های ژاپنی هستش. اینا سیستم ایمنی رو تقویت میکنن. وقتی سیستم ایمنی تقویت بشه به پاکسازی بدن میتونه کمک بکنه و حتی میتونه تست HPV تون رو هم در آینده منفی کنه. پس بنابراین دنیا برای کسی که ویروس زگیل تناسلی گرفته و آلوده شده تموم نشده، به شرط اینکه وقتی که آلوده شدید به خودتون بیاید، روابط جنسیت رو محدود کن. اگر که می‌بینی پارتنرت رعایت نمی‌کنه و با افراد دیگه هم تماس جنسی داره، ارتباطت رو حتی با اون پارتنرت قطع کن، چون ممکنه که آلوده به یه تایپ خاصی بشی، اون پارتنرت رعایت نکنه، بره سوش‌های دیگه‌ای رو بیاره و به تو انتقال بده و 2 مرتبه شما مبتلا بشی و این بیماری نتونه از شما ریشه کن بشه.